سه چهار تا ترک خوندم تو اینجا و خیلی مورد توجه قرار گرفت. سال 2011 فکر می‌کنم، سال 81 2 هم 84 85 فکر می‌کنم دیگه رفتم تاجیکستان که 2 تا اجرا بذارم. من تاجیکستان 4 سال موندم. بله اونجا دوستای خوبی داشتم. آقای صدرالدین از خواننده‌های بسیار بزرگ تاجیکستان و خیلی دوستان افغانی زبان داشت، افغانیایی که فارسی زبان بودن و اونجا اصلا من احساس دلتنگی و تنهایی و غربت نمی‌کردم، چون که کنار هم بودیم، هم شعر و ملودیایی ساختیم که یه ملودی تاجیکی خوندم و خیلی خودشون دوست داشتن، میگفتن ما خیلی تعجب میکنیم این آهنگو. چی بود این ملودی؟ ایارم بیا دل دارم بیا، دل میلتو داره سزاوارم بیا، از بدخشانم آرام جانم به پیش من بیا بیا. آره و این آهنگ خیلی تو تاجیکستان جا افتاد و مردم خیلی استقبال کردن. بعدش هم که دیگه اومدیم ایران. یک سوال میرم از شما، میتونم بپرسم از دیگه جنوبی‌ها چرا اینقدر آهنگای جنوبی شاد هستن؟ حتی در عزاداری هایشون اون شور هست. این خب ما موسیقی شاد و جنوبی نشأت گرفته از ماهیگیرا و صیادا و ناخداهایی هست که میرن به دریا، صبح زود میرن برای صید ماهی و حتما باید برای کشیدن این تور، چون که خیلی سنگینه، باید یه ریتمی باشه که بتونن این تور رو با هم، نمیدونم دیدید مثلا 20 تا 30 نفر با یه آواهایی این تور ماهیگیری رو میزنن بالا. این نشأت گرفته از صیادا هم هست که توی موسیقی جنوب این ریتم هستش. ما حتی توی عزاداریمون سنج دمام داریم. سنج دمام ریتم داره، چون که اون موقع‌ها به هر حال می‌خواستن اعلام کنن که اینجا مثلا امشب عزاداریه، تو اون محل سنج دمام می‌زدن که مردم روستا و حالا بدونن که امشب اینجا عزاداریه و این سنج و دمام از اینجا نشأت گرفته و یه ریتم هم توش هست. موسیقی جنوبی هم همینه، شاده، چون که صیادامون که دریا میرن همچین ریتمی رو دارن.